سلام، من مسیح هستم. اومدم با آموزش یه آرایش ساده. قبل از اینکه شروع کنم خواهش میکنم کانال من رو سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید. من روتین پوستی رو انجام دادم و الان مشغول زدن کرم پودر هستم. کرم پودر رو کامل روی صورتم با این بروسی که میبینید پخش میکنم. بعد از اون کانسیلر رو میذارم دور چشمم، کامل پخشش میکنم. بالای چشم کانسیلر کمتری لازم داره نسبت به زیر چشم. بعد همون بروس هم که یه ذره هنوز کانسیلر روشن هست رو روی قسمت هایی که میخوام روشن تر باشه مثل بالای پیشونی میکشم. و مثل همیشه راز ماندگاری یک آرایش و کیکی نشدن اون گرفتن چربی اضافی با بیوتی بلندر هست. بیوتی بلندرتون باید خیس باشه. روی تمام قسمت‌های صورتتون بیوتی بلندر رو میکشید. خیلی فشار نباید روی بیوتی بلندرتون بیارید و حواستون باشه که بیوتی بلندرتون رو بعد از آرایشتون حتما تمیز بکنید. اینجا هم همونطور که دارید میبینید من اول یه مقداری کم پودر فیکس رو برمیدارم و با این بروس به صورتم میزنم. بعد از اون برای اینکه کرم پودرم خیلی بیشتر فیکس بشه با پودر فیکس رو روی صورتم میذارم و تا یه حدودی فشار میدم. این کار باعث میشه که کرم پودر شما خیلی بیشتر ماندگار بشه. خب حالا اضافیای پودر فیکس رو از روی صورتم برمیدارم و بعدش شروع میکنم به کانتور کردن صورتم. من کرم پودرم رو یه مقدار روشن زدم. حالا به خاطر اینکه بتونم اون روشنی رو جبران کنم یه کوچولو از کانتور استفاده میکنم. رنگا رو هم که دارم نشونتون میدم، من رنگا رو همیشه به صورت ترکیبی استفاده میکنم و یه حالت ای شکل از پیشونی به سمت گونه و بینی و از اونجا برمیگردم میام به سمت چانه. یه حالت ای روی صورتم میکشم و اینو قشنگ فیدش میکنم. قبلا هم گفتم اطراف صورت هر چقدر که تیره تر باشه وسط صورت شما قشنگتر به نظر میرسه و به طور کلی کانتور کردن باعث جذابیت بیشتر صورت شما میشه موقعی که کرم پودرتون حسابی میزنید و میخواید یه آرایش خوب داشته باشید. اینجا بازم با اون بروس بزرگ اضافیای پودر کانتور رو از روی صورتم بر میدارم. خیلی آروم این کارو بکنید و بعدش میرسیم به رژگونه زدن. ببینید این رژگونه رو من دارم و اینجوری نیست که یک رنگ خاصش رو بخوام بردارم. روی همش میکشم و رژگونه رو میذارم قسمتی که بالای کانتور هست، زیر حلقه چشم البته نمیره. بعد نیست که بروس رژگونه‌تون رو بدون اینکه توی رژگونه دوباره شارژ کنید پایین صورتتون بالا همون قسمت‌هایی که کانتور کردید بکشید. رسیدیم به قسمت جالب انگیز آرایش از نظر من که اونم سایه زدنه. اول با همون رنگی که نشونتون دادم من زیرساز سایم رو میزنم که رنگ سایم قشنگ بشه و بعد از اینکه زیرساز رو کاملا به تمام قسمت ها زدم حالا میخوام با رنگ مشکی فقط یه خط چشم با سایه پشت چشمم بکشم. چرا سایه رو من خیلی دوست دارم برای خط چشم کشیدن؟ به خاطر اینکه اول ماته و من این ماتی رو دوست دارم و همون موقع که میکشی خودش یه حالت فید داره و این فید بودن رو من دوست دارم. امتحان بکنید، به نظر من خیلی قشنگتر از اون خط چشماییه که حالا با خط چشمای مایه و ماژیکی و اینا میکشید و البته ماندگاری بهتری هم داره و مخصوصا اگر زیرش رو اول فیکس نکنید با پودر فیکس و سایه و فقط اول همین سایه رو مستقیم شروع کنید به زدن، خب ماندگاری خیلی بیشتری داره. قرینه کردنش هم که اینجوری وقتی که کامل کشیدید توی آینه دو طرف رو نگاه میکنید و البته زیر چشمم یه خورده میکشم. حالا با توجه به کت سبزی که پوشیدم یه سایه رنگ سبز براق برمیدارم بالای اون خط به حالت فید، خیلی هم خطی نه.
میکشم. شما میتونید اصلا این کارو نکنید، میتونید که فقط از هایلایتر استفاده کنید یا هر رنگ دیگه‌ای که لباسشو پوشیدید میتونید به جای سبز استفاده بکنید. و من بعد از اینکه این کارو کردم ابروهامو یه مقدار درست کردم. آموزش ابرو و رژ لب رو توی ویدیوهای قبلی گذاشتم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، من رو به دوستانتون معرفی کنید. متشکرم از حمایتایی که از پست‌های قبلی کردید. به امید دیدار.